حال تقسیم ایران کامل شده بود. عثمانی ها بیشتر نواحی غرب ایران، غرب قفقاز و آذربایجان را اشغال کرده بودند. روس‌ها شمال ایران، باکو و حاشیه خزری قفقاز را در اختیار داشتند و افغان‌ها مالک شرق، نواحی داخلی و جنوب ایران بودند. استقلال ایران از میان رفته بود. شیر منم نیست. هر جای دنیا باشی پیدا من این رفتان خواهم کرد که تو مادر کسته رو پیدا کنم. مادر قهبه من کسته مادر قهبه مادر کسته. نادرشاه ارتش ایران را در شبه قاره هند دورتر از آنی برد که قبلا